سلام علیکم اهل گروه انگور و باغ. امروز 19 ایون سال 2024 می باشد. قرار دارم در ولایت تاشکند ناحیه پارکند و به شما نشون میدم چخیل در زمین های لالمی. من همین زمین ها همش ادیرس دیسو دیدم، هاور نیست. چقوری پستی در زمین های لالمی نه تنها گلوس پروری خوب و انگور پروری خوب میکنن، پامیدور پروری به نهایت خوب میکنن با استفاده از آبیاری، آبی قطرگی. همین پامیدورهایی که میبینید در یک هکتار شنوده شده است. وای طرفش مایده تر دیرتر شنودگی است. من وای طرفش، این طرفش بر وقت ترک و غرق گل است. چخیلی که میبینیم از بیخی پامیدور یک تا شلنگ آبی قطرگی گرفتگی است و از همین شلنگ آب میتین. آبی قطرگی رو اینا از اونجا گرفتن ها همه آخری. وای با سویت کنی انا باشکه سبز دیدید. اونا اینا همین سال آب زدین، در مسافه 80 متر آب رو بردین و از همونجا ترس کشیدگی یک تا میبیاد. من ترس اینا دید. این ترسه میبیاد و بعد تقسیم میشد به جویه ها. اینجا وینتیل موندگیان کپل لینتا شلنگنی کپل لینتا برای که هر یک 20 سانتی متر ده این آب میچکد و باز اینجا این طرف میرود. آب قطرگی رو چه کرده در همون جز زده آب رو از تک زمین 80 متر رفتم. موتور پرتگی هستم با من برق رفتگی از دیدم. من همین برق رفتگی یگان بوچکه نیست. از همونجا موتور میکشد برورده به همین قبور میتید، به همین ترسه و از همین ترسه به هر طرف روانه شده است. یک خیلی جوها میگیرن برو میبرن، مثال میگیریم و بلندیده وای میمونن بوچکه میمونن پر میکنن بروی میکنن. این مردک خیلی نکرده است. این مردک ها نموجه در بوچکه کوتا موندگی است. حالی من باب میمیرم پیشش نوار میگیرم بهش نشون میتیم. از همونجا آب رو روی میکنه دم تا راست نسوس آب رو موتور نسوس آب رو لغت کرده فشار داده به همین ترسه میبرن. بعد با پشتی در هر یک پشته جویه ها پارتفتگی موبایلش رو دیدید با کتمان تازه کرده هستن. البته این تو کتمان این چند مرتبه با تراکتور کرده هستن. این همین زمین قطعه زمین یک رفیق دوستی من است و نه خونش اونجا خونه نیم اونجا دچش. همین زمین رو ارنده داده است بی پول. ارنده چخیل ارنده اکو این زمین یک جزیر بود. با شرطی که تازه میکنن اینجا پامیدور میکنن. اینا با خودشان گفتن ما آب خودمون رو میبروریم. من همونجا آب قطرگی بوزیدن آب رو بردن. اینش هم به فایده همین رفیق ما میمونن و زمین رو تازه کردن. و رفیق من آمده التماس دارد که با ما همین زمین ده پیسته دسترس کنیم. هر کن چه خیلی پیسته دسترس میکنیم موقعش مصلحت میکنیم. لیکن با شما من همین پامیدور کوری رو نشون میدم. پامیدورها نوهای یوسوپوفسکی و تیم یک بوده است و من گلکنیش رو ببینید چخیل بسیار گل کرده شده است و همه این بعد از یک ماه میبندد پامیدور. من گفتم اینقدر پامیدور بسیار میکورید در همین ولایت پارکند ارزان نمیشود. برآورده نمیپرتویتون میگه که این نمیرسد با این به روسیه اکسپورت میشود. میگه بسیار این پامیدورها من همین یوسوپوفسکی و تیم یکش همون پامیدوری که در تگ برگ بسیار میبندد باید هوای باشد. گفتن با من هم دیارین عزیز این یک نوار از پامیدور پروری در زمین های لالمی، زمین هایی که نشیبی هست، آب نمی رود، آب دو نیست، با استفاده از آبیاری قطرگی. آبیاری قطرگی رو من فهموندم به شما. از ترسه با همین کرانیک ها با همین جمک ها آب جدا شده و پشت ها می رود و نشونامه‌اش رو بینید چخیل خوبی. یگان کسل ندارد. این برای که سری وقت دورو میکند نگوبینی خوب میکند. من یک ترسه رو هم خیلی میرم نشان میتم شما ترسه چخیل شدگی
خیلی جدا شدگی. من شما یاد گیرید همین پامیدور هم در همین تاجیکستان هم نمیرسد. بینید تابستان ها چه قیمت از 5 پایان های فروید. هم مهاجرت مهنتی نرفتن همین پول مهاجرت مهنتی یک سالش رو گیرید و بچه‌ها در همین تل و تپوان هم خیلی آب گذرانده دهقانی کنید نمیرید پیش زن و فرزنداتون تا میمونید پدر و مادر میمونید بازار رو تامین میکنید پولاتون رو کار میکنید. پامیدور یگان وقت نمانده است. سالهای آخر من در یادم ندارم که از 5 کم شدگی باشد. زمستان که 25 30 است تابستان 5 است. 5 همین یک بوتاش یک کیلویت 5 لیکن ببینید که چند بوتا این حوض من میگم در چند سانتی متر شنودگی تا هر یک 20 سانتی متر در شنودگی هر یک 20 25 سانتی متر در شنودگی خاکو 1 کیلو نه زیاد میتاد 5 نه 10 میتاد 5 ماشه برورید بر از خودتون 5 دیگه اش کیسه‌تون میموند. من دوی میگن که حساب اقتصادیش رو کن. من اقتصادی دغلش رو کردم. با شما دیدید من این پامیدورولی این طرفش در اوجی دستم بوی پامیدور که پامیدور رو چقشتم بسیار بوی خوشبوی هستم این بوی پامیدور نهولش. من هم دیارون عزیز نبینید حوض من میرم پیش آبی قطرگی یک نوار دیگر میکنم. من بچه‌ها از مهاجرت مهنتی تماشا کنید یک لایک مونید یک در یوتیوب بچه‌های مهاجرت مهنتی بسیار میبینن بسیار سخنای خوب میگن. رحمت به شما بچه‌ها از مهاجرت مهنتی. من یک جان تشکر میکنم برای همون سخنای شیرین شما. هرچی بسیارتر لایک مونید در یوتیوب همچون بسیارتر از همون بچه‌ها در مهاجرت مهنتی بسیار بینن تماشا کنن و یاد گیرن همین مهنت رو نروان همون پدرش لعنت همون مهاجرت مهنتی و در تاجیکستان خودمون کار کنیم. با فروش میرود پامیدور همه وقت بودرینگ پامیدور بودرینگ کاپوس تربوز همه چی با فروش میرود. یگان چی در بازار نمیموند. همه پیاز که بسیار میرد کم میخورن. پیاز رو یک آدم هر روز بسیار نمیخورد که بعد پیاز میموند کمتر. هم مثال ارزان شد دیگر یگان چی ارزان نمیشد. پیاز هم با سال دیگه ممکن قیمت شود. آن هم یاران عزیز در پناه خدا باشید. اگر معقول باشد التماس یک تا لایک مونه اكون فيسبوك دا اوقات لايك منوش بخش نیستم یوتیوب دا زورن. رحمت با دقتتون.